شماره 62 شماره 62. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا زینب الکبری. السلام علیک یا زینب الحورا جمیعا و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا فاطمة الزهرا سیدة نساء العالمین جمیعا و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا مولای یا ابا الفضل عباس قمر بنی هاشم سقای تشنکامان مولا ابا الفضل عباس جمیعا و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا اهل بیت النبوة و معدن الرسالة و مختلف الملائکه و محبت الوحی و التنزیل و خزان العلم جمیعا و رحمت الله و برکاته. ای روزگار ای روزگار ای روزگار چا بردی بر سر اولاد زهرا. ای هم سفر زینب رفتیم خدا حافظ. یا زینب کبرا یا حضرت امیر المؤمنین. ای هم سفر زینب رفتیم خدا حافظ. ای تاج سر زینب رفتیم خدا حافظ. ما جمله اسیرانیم ما جمله اسیرانیم ما جمله پریشانیم سرگشته و حیرانیم رفتیم خدا حافظ. آی آی گفت زینب با دل پرغم بشکست بال و پرم از داغ برادرم. یا حسین جانم یا حسین جانم یا حسین جانم یا حسین جانم یا حسین. آی آی ای ضیاء نور عینم ای شاه خوبان حسینم یا حسین. ای ماه تابانم ای نور قرآنم افتاد دستی بی صدا در القمه دست عباس علم دار با وفا. یا ابوالفضل یا ابوالفضل ای سقای تشنکامان مولا ابوالفضل مولا ابوالفضل. میر علم دارم مولا ابوالفضل
سپاه و لشکر من مولا ابوالفضل مولا ابوالفضل یا ابوالفضل ای تشنکام ابوالفضل ای با وفا ابوالفضل ای دست جدا ز پیکر ابوالفضل ای سر جدا ز پیکر ابوالفضل ای سقای عطشان مولا ابوالفضل ای میر علم دارم مولا ابوالفضل ای عباس تاج دارم مولا ابوالفضل مولا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل آی آی شهریار عالم زداغت شده پرپر ای برادر ای عباس دلاور ای سپاه و لشکر ای علمدار با وفا عباس برادر ام البنین از داغت میزند بر سر ای سقای تشنکامان عباس علمدار دلاور آی دشمن آمده نزدیک خیمگاه برخیز و علم بپا کن یاری برادرت حسین زهرا کن سلام الله علیها یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا افتاده در خون پیکرم دستم جدا ز پیکرم دورت میگردم عباس دلیرم سرم فدای تو حسین جان ای گل زیبای مادرم ام البنین برادر جان حسین افتاده دستم در قتلگاه تشنه است برادرم حسین زهرا یا حسین جانم یا حسین جانم یا حسین جانم یا حسین جانم سرم فدای سرت تا زنده‌ام دور سرت میگردم عباس با وفایم ستم آی دستم فدای تو دستم فدای تو سرم فدای تو حسین جانم حسین جانم آقا و سرور من حسین برادر من یار و یاور من حسین برادر من پشت و پناهت من حسین برادر منم عباس علمدار رشیدت منم عباس سقای تشنکامان آی آی برادر جان حسین وصیتی دارم با تو نعشم مبر به خیمه دارم شرم از سکینه داده بودم وعده آب بر سکینه آب میسر نشد سعی خودم کردم برادر جان حسین ای سکینه سعی خودم کردم آب میسر نشد برادر جان شرم دارم از روی سکینه آی 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 یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل
رئیسی دارم امید شفاعت در روز محشر و قیامت و سرپال صراط و در قبر انشاءالله امید شفاعت از حضرت ابوالفضل عباس دارم انشاءالله. الا لعنت الله على القوم الظالمین. بر خاتم انبیا محمد مصطفی را صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا الله. باد بر مصطفی و اولادش تا صف حشر دم بدم صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج الهی آمین. اللهم عجل لوليك الفرج الهی آمین. اللهم عجل لوليك الفرج الهی آمین. باد بر مصطفی و اولادش تا صف حشر دم بدم صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم يا الله. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت قدمي صدق عندما الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا سعيهم بردار سرد خاک ای برادر عباس. بکن یاری برادرت حسین ای عباس. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا الله. این جانب مداح و خادم اهل بیت علیه السلام علی محمد رئیسی در شیراز از همه برادران، خواهران، دوستان، آشنایان، شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز التماس دعا دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا الله. خدا حافظ شما برادران، خواهران. التماس دعا دارم از شما انشاءالله. خدا حافظ.